باغ جانوران شهر دوشنبه همیشه سر آدم است. سالانه بیش از 300,000 ساکنی تاجیکستان با فرزندانشان به تماشای این باغ می آیند. نرخ بلیط هم ارزان است، 1 سامانی برای کلان سالان. ورود کودکان به باغ حیوانات رایگان به راه مانده شده است. بیشتر شهروندان مقابل بستن باغ حیوانات هستند، زیرا میگویند کودکان باید امکان دیدن جانوران زنده را داشته باشند. متجون تماشا نمیبره مرا بریم شیرو را بینیم. گفتم هم کودک. البته باغ حیوانات لازم است. کودکان جانوران را خیلی دوست می‌دارند. جای تأسف است که آدمان جانوران را برای دلخوشیشان در این گونه جایها نگاه می‌دارند، ولی از طرف دیگر کودکان باید امکان دیدن آنها را داشته باشند. مسئله دیگری مهم آن است که باید جانوران را به طور لازمه خوراک بدهند. می‌بینند که چه حیوانات چه زندگی می‌کنند در جای چخلند، همش می‌فهمند. باغ جانوران دوشنبه سال‌های 60 عصر گذشته بنیاد شده و تا این دم بازسازی نگردیده است. جانورشناسان میگویند باغ الکی فرسوده شده و بیشتر به حیوانخانه شباهت دارد. قفس‌های تنگش تابستان و زمستان بدبوی هستند. جانوران امکانی حرکت آزاد را ندارند و از این خاطر با مشکلات اعضای هاضمه، گردش خون و نفس‌کشی دچار می‌شوند. قفس تنگ پیش از همه به عصب تاثیر می‌رساند. دوم نورسایی نور آفتاب در نمی و یا برعکس در خشکی جانوران خود را راحت احساس کردن نمی‌توانند. سوم این است که در شرایط بد جانوران خوب نسل نمی‌دهند. امروز وظیفه اساسی باغ‌های جانوران این است که در خود باغ شماره حیوانات را زیاد کرده نسل نو را به طبیعت برگردانند. کارمندان باغ جانوران وجود مشکلات زیادی را رد نمی کنند، ولی میگویند گوشت و محصولاتی که به جانوران داده می شود از نظارت بهداشتی می گذرد و خطرناک نیستند. قفس و یا کتک های درنده های بزرگجوسه نیز از حسابی به هم آوردن چند تای آنها وسیع کرده می شود. خوراکی علف کوه از مثلا خوجگای دهقانی میخریم، علف سبز باشه از زمین داخلی مؤسسه زمین‌های بیکارش و در همکاری از زمین‌های دانشکده ملی تیور کرده همه روز علف تر تازه آورده میتیم. مسئله تامین گوشت باشد اگر از اهالی مال‌های خاوتیده را قبول میکنیم با نرخی 1 کیلوگرم گوشت 3 سومون. مأموریت باغ میگوید وضعیت چندان بد نیست و حتی جانوران نو را آنها وارد میکنند. به گفته آنها اگر شرایط نامساعد می بود همکارانشان از کشورهای دیگر برای باغ جانوران نو را نمیفرستادند. اما جانورشناسان میگویند این باغ را در چنین شکل باید از پایتخت دور انداخت، ولی تنها بعد از آن که باغ نو بنیاد شود. برای دوشنبه داشتن باغ جانوران مهم است و آن باید به معیارهای جهانی جوابگو باشد. بیشتر مردم از نظاره جانوران در طبیعت محروم هستند. باید همچنین گوشه را تشکیل کرد که جانوران در محیط نزدیک به طبیعت نگهداری شوند. این هم جالب است، هم نشان می‌دهد که انسان در این دنیا تنها نیست و جانوران نیز باید محیط خود را داشته باشند. شهرداری تصمیم دارد باغ نوی جانوران را در کنار دوشنبه بنیاد کند، اما برای این طرح مبلغ ندارد و کی چنین امکانیت را پیدا می‌کند هنوز معلوم نیست.